سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این درس میخوام فرم بیزی رو بهتون آموزش بدم، همون کارهای بزرگی که میبینید توی در واقع اینستاگرام که یک گلارایی گرد بزرگه و شما وقتی که میبینینش فکر کنید از دو طرف پشت و جلو انقدر گل استفاده شده. در واقع من دارم فرم بیزی رو استفاده میکنم و یک فرم یک طرف. خب برای زیرسازش این سبده من داخلش رو سنگ ریختم که سنگین بشه. بعد از اسفنج خشک استفاده کردم، یه بلوک، و با استفاده از سیم هم این دو طرف سبد رو بستم که این اسفنجم تکون نخوره. خب روی کار رو میخوام فیکس بکنم. روی کار رو هم میتونم با سیم ببندم مجدد، هم میتونم با سیخ چوبی فیکس بکنم، ولی ترجیح همینه که با سیم ببندم که مطمئن بشم خیلی محکم و ثابته، چون که گلارایی تقریبا بلند و بزرگ. از یه سمت کارم من این سیم رو رد میکنم از این سبد، بعد دو تا چوب اینجا میذارید، بعد دوباره این طرف هم سیم رو رد میکنید، میکشید این سیم رو و به هم دیگه میرسونید دوباره و میبندید. الان بریم سراغ گلارایی. فرم بیزی به ما میگه که ما یه ارتفاع داریم، گفتم اینم یه طرف هست بچه‌ها. این یه ارتفاع پهنا و حالا برای این قسمت ها ببینید فرم بیزی هم مثل فرم مثلث متقارنه، ولی مثلث شما میان یه مثلث میسازین، بیزی باید اون انحنا رو داشته باشه. اگه میخواین این فرم بیزیتون خیلی گردتر باشه و در واقع یه بیزی پهن داشته باشید، پهناتون رو بیشتر بگیرید بچه‌ها. ببینید این شد یه فرم بیزی که بهش فن هم میگیم، یعنی حالت باد بزنی هم بهش میگیم. این یه فرم بیزی. الان از این طرف بیرون زدگی کار شما اینقدر بچه‌ها. یعنی ببینید من اینو میزنم اینجا و اینو میزنم اینجا، همینقدر پهنای کار شما میشه. حتی میتونه داخل‌تر هم باشه و کمتر بشه، همینقدر حجم اینه مصرف گلی که شما دارین توی چنین کاری و گلتون کم مصرف میشه، ولی کار خیلی خوب درجه تحویل میده که پرگل دیده میشه. الان پر میکنیم همه جاها رو. من قسمت رو هم با همین حالت گرد و حالت بیزی پرش میکنم خطش رو و بعدم شروع میکنم قسمت های داخلیش رو گل بزنیم. همونطور که میبینید من یه قسمت جلویی رو یه بیزی پر کردم و الان این فضا و این فضا رو شما دقیقا میبینید که لازمه که پولشون پر بشه و یک چنین انحنایی رو ما میدیم و پر میکنیم این کار رو. من الان پر میکنم دوباره به شما نشون میدم.